ما توی ویدیوی معرفی جنبش پاپ آرت گفتیم این جنبش در مخالفت و اعتراض به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی ظهور کرد، چون پاپ آرتی ها عقیده داشتن که آثار اکسپرسیونیسم انتزاعی به حال و هوای فعلی این دنیای مدرن هیچ شباهتی نداره و درک اون براشون سخته. حالا همونطور که قولشو داده بودیم میخوایم توی این ویدیو از چنل میا آرت راجع به اکسپرسیونیسم انتزاعی بپردازیم و ببینیم این جنبش چیه و چطور شکل گرفت. پس تا انتهای این ویدیو همراه هم باش. جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی یا هیجان نمایی انتزاعی که به انگلیسی ابسترکت اکسپرشنیسم گفته میشه که به مکتب نیویورک هم معروفه، یه سبک هنری نوینیه که از دهه 1940 در نیویورک متأثر از دو سبک اکسپرسیونیسم یا همون هیجان نمایی و سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی شکل گرفت. به طور خلاصه اکسپرسیونیسم یعنی بیان واضح احساسات و هیجانات درونی به دور از بازنمایی واقعیات عینی و سورئالیسم به معنای فراواقع‌گرایی که هدف اصلیش آزاد کردن ناخودآگاه و تخیل انسان از قید و بندهای عقل و منطقه. شاید بشه گفت این جنگ جهانی دوم بود که باعث ظهور سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی شد. توی اون دوران خیلی از روشنفکران اروپایی از جمله نویسندگان، هنرمندان و مجموعه‌داران هنر به خاطر جنگ اروپا رو ترک کردند و به آمریکا و به خصوص نیویورک مهاجرت کردند. خب جنگ و مهاجرت تأثیرات زیادی روی نگرش هنرمندان و آثارشون گذاشت. اونا که با احساساتی مثل ناامیدی، افسردگی و خشم بعد از جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند، دیگه نمیتونستن با سبک و روش‌های گذشته آثارشون رو خلق کنن. و به جاش اومدن با ترکیب و الهام از تکنیک‌های نقاشان معروفی چون آنری ماتیس، پابلو پیکاسو، خوان میرو، هانس هافمن، جان دی گراهام شروع به خلق سبک خودشون کردن. اونا جنبشی رو ایجاد کردن که از دل دردها و سرخوردگی‌های پس از جنگ می اومد. و این شد که بین دهه‌های 1940 تا 1950 هنرمندان معروفی مثل جکسون پولاک، ویلم دکونینگ، مارک روتکو و خیلی‌های دیگه با کنار گذاشتن سبک‌ها و سنت‌های هنری رایج اروپا مثل کوبیسم و سورئالیسم دست به خلق آثاری بزنن که با ظهور و شکوفایی مکتب اکسپرسیونیسم انتزاعی همراه بود و باعث شد تا عنوان پایتخت هنری جهان که پیش از این متعلق به پاریس بود رو به نیویورک انتقال بدن. البته اینم باید گفت که حمایت‌های دولت آمریکا از این جنبش هنری هم در شکوفایی و مطرح شدن در جهان بی‌تأثیر نبوده. آمریکا از جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی که در تضاد ایدئولوژیک با هنر واقع‌گرایانه و رئالیستی که در شوروی به شدت ترویج می‌شد، با تامین مالی برای نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری و بورسیه‌های تحقیقاتی حمایت مالی می‌کرد تا ضمن تقابلش با شوروی بتونه این جنبش رو در غرب به عنوان نمادی از آزادی هنری و فردی، نوآوری و دموکراسی معرفی کنه. و هنرمندا هم توی آمریکا از این فرصت نهایت استفاده رو می‌کردن و خیلی بی‌پروا و بی‌واسطه با احساسات و عواطف درونی خودشون به خلق آثار می‌پرداختن. این جنبش دو تا گرایش اصلی داره. یک، نقاشی کنشی یا اکشن پینتینگ که توی فرایند خلق اثر حرکات فیزیکی و خودانگیختگی هنرمند نقش داره، مثل نقاشی‌های جکسون پولاک که با حرکات بدن با ریختن و پاشیدن رنگ روی بوم آثارش رو خلق می‌کرد. دو، نقاشی میدان رنگ که ابعاد بزرگ نقاشی و تاکید روی پهنه‌های رنگ‌های خالص و یک نواخت از مشخصه‌های این نوع نقاشیه، مثل آثار مارک روتکو. اکسپرسیونیسم انتزاعی ترکیبی از بیان شدید احساس و خلق اثر بدون بازنمایی عینی هست و هدفش بیان حالات ذهنی، هیجانات و تجربه‌های درونی هنرمند به صورت خودانگیخته و بدون طرح قبلی با عناصر بصری مثل خط و رنگ و فرم هست. از مشخصه‌های اصلی این جنبش یکی سادگی و دیگری تمایل به نوعی خودانگیختگی که در آیین‌های قبایل بدوی و تصاویری که خلق می‌کردند وجود داشت. هنرمندای این سبک اعتقاد داشتند تصاویری که خلق می‌کنند باید به طور مثال مانند هنر خوشنویسی چینی یا روش خلق تصاویر بر روی شن که سرخپوستان آمریکایی برای مقاصد ماورایی خود می‌کشیدند با جوششی ناگهانی بدون تأمل و به یکباره و فعل‌بداهه انجام بشه. در واقع اونها آرمانگرایانی بودند که اعتقاد داشتند هنرمند باید بیش از توجه به دنیای پیرامون خویش به دنیای درون ذهن خود توجه کنه و با تکیه بر هیجانات و احساسات نهفته درون خود آثارشون رو خلق کنن. در واقع اونا بیشتر از هر چیزی میخواستن تا خودشون رو از قید و قیود و شیوه‌های سنتی در هنر رها کنن
و با نادیده گرفتن تعاریف قدیمی از هنر، تعریف جدید از زیبایی و هنر ارائه بدن و چیزی که در هنگام خلق اثر براشون مهمه، سفر هنرمند به دنیای درون و کندوکاو برای بیان احساسات و تفکراتش هست، نه رسیدن به یک تصویر از پیش تعیین شده و هدفمند. خیلی جالبه بعضی از هنرمندای این جنبش به قدری شیفته این درونکاوی بودن که برای خلق آثارشون از مفاهیم و کهن الگوهای اساطیری یا از عرفان شرق دور به ویژه آیین زن و یا از روانشناسی یونگ تأثیر و الهام می‌گرفتن و از شیوه مراقبه‌های درونی برای رسیدن به حقیقتی والاتر در خلق آثارشون استفاده می‌کردن. استفاده بدون فکر و اندیشه از رنگ، ضربات پرشور قلممو، دوری از اشکال و فرم‌های شناخته شده هندسی، بی‌قیدی و آزادی در استفاده از خطوط و شکل‌های نامنظم، ترکیب و کنار هم قرار دادن بافت‌های متفاوت سطوح، رنگ‌گذاری غلیظ و استفاده غیرمعمول از رنگ‌های خالص از ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی. فرم‌ها و شکل‌هایی که هنرمندای این سبک خلق می‌کردند بیشتر کاملاً انتزاعی و بدون بازنمایی واقعیت بود و در نقاشی‌ها یا مجسمه‌هاشون چیزی از شکل‌های شناخته شده دیده نمی‌شد و برخلاف سبک‌های هنری دیگه سعی می‌کردن هر گونه ارجاع به جهان واقعی رو از آثارشون حذف کنند و اشکال و فرم‌ها و رنگ‌ها رو از معانی که تداعی کننده دنیای واقعی بود جدا بسازن. یکی از برجسته‌ترین هنرمندان این جنبش جکسون پولاک بود که روش کارش مبتنی بر حس و حالی بود که اون لحظه داشت و کاری که میکرد این بود که میومد بوم‌های بزرگی رو روی کف زمین میخوابوند و رنگ‌ها رو با قلممو یا چوب یا هر چیز دیگه‌ای از قوطی رنگ در می آورد و با حرکات و پیچ و تاب‌هایی که به دست و بدنش میداد روی بوم میریخت، انگاری که در حال رقص یا نمایش‌های آیینی و مذهبی باشه. بعدها خیلی از هنرمندای دیگه با الهام از جکسون پولاک با ابداع روش‌هایی مثل ریختن رنگ روی بوم، ترکاندن کیسه رنگ بر دیوار و حرکت دادن چرخ‌های رنگی دوچرخه بر روی بوم و قلب دادن بدن‌های آغشته به رنگ بر سطوح سفید و غیره آثارشون رو خلق می‌کردن. مؤلفه اصلی سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی حسیه که به مخاطب منتقل می‌کنه. هنرمند میخواد تا مخاطب در مواجهه با آثارش همچنان که احساسات و هیجانات درونی هنرمند رو میبینه و حس میکنه، با احساسات و عواطف خودش هم درگیر بشه. احساسات و تفکراتی مثل ترس، اضطراب، سنگینی، افسردگی، رهایی، سقوط، آزادی، اندوه و غیره که توی اکثر کارهای این هنرمندا حس میشه. از جمله هنرمندان مطرح این جنبش هنری آرشیل گورکی، جکسون پولاک، ویلم د کونینگ، رابرت مازرول، مارک روتکو، بارنت نیومن، فرانز کلاین و مارک توبی رو میتوان نام برد. توی نقاشان ایرانی هم میشه از منوچهر یکتایی و بهجت صدر توی این سبک نام برد. راستی ما توی ویدیوهای جداگونه راجع به بعضی از این هنرمندا ازشون گفتیم که لینکش رو توی توضیحات قرار دادیم، اگه علاقه‌مندین اونا رو هم ببینید. این جنبش رو فقط توی نقاشی و مجسمه سازی نمیبینیم، بلکه توی موسیقی هم دیده میشه. موسیقی سبک جاز به لحاظ اینکه ویژگی‌هایی مثل بداهه نوازی و آزادی در بیان احساسات رو در اجرای موسیقی به شکل غیرقابل پیشبینی و بدون پیروی از ساختارهای از قبل تعیین شده داره، خیلی به اجرای سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی شباهت داره و رابطه نزدیکی با هم دارن که هنرمندا توی هر مدیوم از آثار هم الهام و تأثیر می‌گرفتن. به نظر میرسه اکسپرسیونیسم انتزاعی نه تنها به شکوفایی هنر مدرن کمک کرد، بلکه شیوه‌های جدیدی برای مشاهده و درک هنر برای مخاطبان به ارمغان آورد و همچنان تأثیراتش توی دنیای هنر باقی میمونه، چون توی هر اثر هنری که به دنبال ابراز شخصی و آزادانه از درون انسان هاست، رد پای اکسپرسیونیسم انتزاعی رو هم میشه دید. خوشحالم که با یکی دیگه از ویدیوهای چنل میا آرت همراهمون بودین. ممنون میشم مثل همیشه با لایک و کامنت هاتون ما رو توی این مسیر هنری حمایت کنین. تا ویدیوهای بعد، بدرود.